میگم کجا میری؟ من بالا دارم میرم بالا جلش. ما چی بزرگ نه خب چی گفتی؟ دانه؟ چی گفتی؟ یاد بگیر رو میگم کجا میری؟ برگه خورد شدی؟ کارت سبزی برگه ورود چی؟ دانه؟ هیچی نداری؟ نه من خودم خب آقا جان اسم چیه؟ من داهی هستم. خب آفیش که نشدی برگه بری که بدا چیش؟ خب هیچی نداری امروز که شکلت اینجا حراستی؟ من اینجا همه کار هستم اینجا صاحب دارم اینجا نیستش که خودتو بذاری سرت پایین همجوری بری تو که باشه حالا این دفعه چه بذار من برم نمیخواد برو مثلا ببینم لحظه پول میکنم وگرنه این کت اصلا در میومد لحظه پول میکردم بیا برو یه دقیقه باشه آروم باشه ایزم من بیا کجایی؟ کلام کو؟ چیکار میکنی؟ بیا بریم تو بیا بریم تو چیکار میکنی؟ بیا من ماشاءالله آقا بریم تو چه اتفاقی میفته؟ بیا تو ببینم بیا ببینم بیا برو بالا آقا بچه‌ها نمیره برو بیرون خراب این همه داری کلاش میذاری؟ من همه شیرینگم انقدر من پیاده میدم کار نداره ازی؟ برو تو خوبی آزار دیروز خرابه ممنون خیلی خوشحال که باز هم در خدمت شما عزیزان هفته ما همونطور که وعده داده در هفته گذشته در خدمت دو دوست قدیم و دو دشمن امروزی آیه داهی عزیز و شاکانی دوست داشتنی خواهیم بود که خیلی کار سختی بود این دو دوست رو دوباره به هم رسوندیم میگم کار آسونی نبود اگه تشریف بود بعد اینجا میبینیم آیه شاکانی عزیز خیلی هم با انگیزه مدخل آقا خسته بشین آقا اون بریه اگه بشه بشین اون بر بشین اون بر که آیه داهی عزیز هم اگه بایشون میبینم آقا خیلی خوش آقا خب واقعا نمیدونستیم تو میای خوبه نه مثلا این آقا اینجا باشه من پامو اونجا نمیذارم بیا دیگه شما مواظب برنامه ترسو هیچون باشه آقا مگه شما قول ندادید که بیاید سر برنامه بشینید من قول داده بودم کی میگه ندادم ولی ایشون رو که دیدم دوباره به هم ریختم قیافش مشکل دارم باش فکر کردید که بنده هم قیافه شما رو میبینم خوشحالم؟ نه خیر به خاطر مردم و برنامه خوب 90% هست که تحمل میکنم. ببین دشت برای همه رو شده برای ببشه من نوعی از اون اولش معلوم بودی مار سر تو وجود نداره قسم میخورم آقا اگه عصبی نباش حالا با هم صحبت بکنید دیگه من مارموزم یا تو که با موش مردگیت اصحان عمومی رو تحریف میکنی. ببین یه کاری نکن بیام اونجا ریخته تو که از اینی که بیشتر بریزمش به اما متوجه یا نه خیلی لوز میخوام آقا اگه عصبی نباش حالا با هم صحبت بکنید دیگه آقا چیز حالا دوستان اگه یه تصویر رو پخش اینجوری نمیشه که بیرون باشه که داخل باشه تصویر رو هم آماده کنم این بس نمیشه حتما دیگه شما دیگه تایید اومدی بعد داخل هم بیاید خیلی ممنون تازه اگه آماده شما هم ببینه شما دوستان عزیز عذرخواهی بکنیم که یه وقفه کوتاهی در برنامه پیش برنامه زنده است ما این قول داده بودیم که هیچ مشکلی پیش نیاد همه چیز آروم باشه ولی آیه داهی و آیه شاکانی ما رو اجرایی ذوق زده کرد آقا خب حالا به اون که مشکل حل بشه داستان غم انگیز شما که مثلا یه فیلم هندی هست اولش دوست بود حالا دیگه برنامه هم نمیشه واقعا جالبه اگر امکان داره دیگه سوال شروع کنم دیگه پرده و نه خوبی رو کشید ترام برام دیگه دوستان اگه رختچه کم دارم میتونم بیا آویزی کنم تا آخر برنامه حتما خوش میشه آقا اگه میشه شروع کنید سلام عرض میکنم خدمت منم کلام عرض میکنم خدمت شما گرامی همچنین بینندگان ارجمند شما هنوز نمیدونی ببخشید هنوز نمیدونی نوبت چیه مالی برای من مدیریت هم سنن از شما بزرگترم هم هیکلن هم این بحث هیکل ببینید این هیکل شما با مگس اینجا جمع بشید آقای هیکل رو برای من نکش بشد ما اومدیم امشب اینجا صحبت بکنیم برای ما شاخ شد یا بگم بکش بردر عالم برخور برو منم حالا من در خدمتتون هستم آقای قادر خان بله بفرمایید قادر خان
صداتو بیار پایین. با مدیریتی که ایشون داره. کی ضعف مدیریت داره؟ متوجه تو چی بده بالا. بکش بالا. چی میگی؟ ببینید آیه علای من میدونم شما انقدر مدال گرفتی، بازیکن من مدال نداره. مدال نه. ببین من شما مدال میخواد یا من مال بکن رو بهت بدم. شما رو بردم اینجا بر ما شاخ شدی. ببین متوجه دستتو بنداز. با من صحبت میکنین دستت مدال اگه میخواد صداتو میبری بالا. فکر میکنی اگه صداش بالا بازیکن دست فوتبال بلدی؟ سر میدونی فوتبال چیه؟ ببین من احتیاجی بردمت اینجا واسه خود آدم شدی؟ احتیاجی به تو دستتو بنداز. ببین اینجا برخورد نکن. حیف که آقای قادرخان اینجا هست. من به خاطر قادر اومدم اینجا. من به خاطر ایشون به خاطر مردم اومدم. رو بکش بابا. و به کس از قیافتو نمیخوام ببینم. دوتون برخورد. عصبی هم بابا. ببین برو من همه وقت بوی بد ببخشید قیافه نافور. قیافه خیلی چی؟ حال شرفه انداختی شما داره شرفه میکنه. چی داره شرفه میکنه؟ پشت کنه. فکر کردی من صحبتی ندارم. فندم با شما اون برا نگاه کن. شما اون برا نگاه کن. اون برا نگاه بکن. شما برا برخورد درست کن. ببین باشه اینکمو تمیز کن. اینکمو تمیز کن. اینکتو تمیز کن بنه. چی میگی؟ بلند شو متمم بشه. متمم ببین این امضا به خاطر تو من سفید امضا دادات میاد پایین. کجا امضا کردی؟ مرمه شدی من الان زنگ میزنم یه مینیبوس آدم بریزه. فکر از کجای دنیا التماس خدا شما بس کنید الان ببین یه دونه بخواب تو گوش من بزن. اگه نمیتونی بزن.